هیچ بهتر از این که یه روز فقط 3 تا بگویی. جونم بالاخره اومد. سلام های خودم. ببین رسید 2 تا گزینه داریم. فرزاد عجیب بارسایی. خب 2 تا گزینه داریم. لباس رئال مادرید سفید، لباس رئال مادرید آبی. بریم ببین کدوم انتخاب کنیم. سلام. ببین سلام علیکه کنسله. شب یا راست؟ چپ رو انتخاب میکنه. جونم ببین چیه که ولی راست به نفت بود. چپ یا راست؟ راست. گزینه دومو همشو آخر ویدیو میتونی ببینی. الان نشون نمیدم اون یکی چیه یا این یکی چیه. نمیشه. چپ یا راست؟ حالا بگو. راست. ببین چیه. لباس رئال مادرید آبی باید تنش کنه. حال کنیم ما. بریم براش یه تیشرت رئال مادرید آبی بخریم. بعد خوبش می‌دونی چیه؟ هم بارسایی هم پرسپولیسی. سلام دو. آقا سلام. خوبی؟ مخلص. خسته قربونت برم. فدات شم. آقا کیت رئال مادرید داری؟ سایز داداش می‌خوایم. داشتیم تو راه می اومدیم یه جمله رو تیشرتش نوشته. یه دقیقه بیا. خیلی عجیبه که امروز اینو پوشیده. میگه که وقتی از میان دور درد روش نکنی درد روش خواهد کرد. فهمیدی؟ امروز اومدیم عذابش بدیم. نمیذارم درد روش کنه. تنش کنه ببینیم بهش میخوره یا نه دیگه. علی این به برو داداش. بلینگو. برو. فریگول اینجاست. بلیگل میشه فریگول داداش. فریگول بفهم. بابا. علی اینم تنگمه به جون. اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. بچه‌ها گفتن داداش شما باید لباس رئال مادرید آبی بپوشی. جونم. یه بارسلونایی. ببین چه جوریه سه تنه. جونم. ای گفتی تو شیه همشو میدم بخوری. اینو آقا بزن. این خیلی تنگه. من کل ویدیوها معذب میشم. بابا. به خدا معذب میشم. درسته آقا. آفرین. ببین چه قشنگش. آقا خدایی بهش نمیاد. باریکلا. داداش بارسلونایی. باریکلا. اونم یه رئالی این کثافت. اتفاقی شد. بیا چرا فرار میکنی؟ شلوار چریکی دنبال چی؟ چرا حیرون شدی؟ جوجا ببین کارت به کجا رسیده. یه بارسایی کیت رئال میپوشه میبوسه. ببوسم. بریم دومین مرحله یه کاری که تا حالا نکرده. بریم براش بنویسم انتخاب کنه. بریم ببینیم که فری رئال مادریدو بله که دیدید 2 تا گزینه دیگه داریم براش. اول شما ببینید بعد خودش انتخاب کنه. ببین چون نریم اینا رو دیدی. خب فری جان یکی از کارهایی که خیلی دوست داری ها خیلی حال کنی ها میتونی انتخاب کنی چپ یا راست. تصمیم بگیرم پشتش موقع معلوم نباشه. راست. بازم را ببین دفعه پیش کیت رئال رفت تو تنه. این سری خودت میدونی. راست. خودت میدونی. پررو راست. پررو به نفعت نیستا. پررو راست. حال نمی‌کنی ها. یه چپو انتخاب کن. بیا چپو انتخاب کن. اسکیت ساده. اون چی؟ ده اینو نشون نمیدم. حالا چرا اسکیت؟ آقا فری تا حالا تو زندگیش اسکیت بازی؟ چرا؟ کی بازی کردی؟ بچه بودم پارک قیطریه خیلی بازی میکرد. بابا به من گفته بودم تو تا حالا اسکیت بازی نکردی. نه خب خیلی یعنی الان بری تو بلدی اسکیت بازی کنی؟ برم پام کنم ببین دوست نداشتم. این خبر بعد بود. ولی اشکال نداره خودمون جذابش میکنیم. اگه میشه صورتی نداری بهش بدی؟ صورتی نه. داداش بکن. یادش بخیر. ما بریم اینا رو بپوشیم بریم هافری و کاراشو بکنیم. بفرمایید. خب اینو کاش هماهنگ می‌کردی. الان یه جوری براش اینجوری میده. ما اینا رو پامون کردیم. آقا فری میخواد بلند شه. ای بابا لاشی تو که بلدی که. آفرین. شالی بابا. چرا؟
آره بیا بریم بابا. خودت بیافتی. بلده که تو برو. عجب چیز عجیبه. بابا این همه چی بلده که به ما گفته بودن اطلاعات غلط متاسفانه. بگو با لحن خودش. بله علی این بلد 100% میخوره زمین. اصلا شک همین راسته. اشکال نداره فری بلده. ای لاشی حال کنیم ما این قند علی رفت و برگشت بود. بابا برو علی با 30 سال سن کیونو گذاشتی زمین که نمیتونستم اونجوری نمیتونم بلند شم. حداقل خوبه بردمش. اگه بهش میباختم هم که خیلی سنگین بود. من هم رئال بوس کردم هم اسکیت بازی کردم دیگه ریدی دیگه. ولی چی؟ هم باختی؟ چرا نمیگی هم باختم؟ ولی من میبرمت. ببین بازم فکر کردی آقا بد بود دیگه. داشوری در نیفت چون اطلاعات غلط داره ولی خیلی حال داد. ولی آیتم بعدی بهتون قول میدم نخوری زمین وسط قول دادنه. بریم چون فری بود. علی اینجا رو. خب ببین این داداش گزینه اوله که تو نبین آقا. نمیبینم آخه. داره چیزایی از پشتش میخونه نسازیم. برو گم شو بر. خب اینا میخوام منو اذیت کنم. من میدونم کی منو فروخته. خب ببین من اول دوربین نشون بدم. چرت کردی یا نه؟ ببین ما 2 تا گزینه داریم. میدونم شماها هم الان چون خیلی دستخطم هم خوبه. خب داداش ببین 2 تا گزینه است. جفتش واسه من که هیچ فرقی نمیکنه ولی واسه تو خیلی فرق میکنه. چپ و راست انتخاب کن. چپ مطمئنی به گا میری ها. اینو دوستانه دارم بهت میگم. آقا چیکار داری؟ واقعا دارم جدی میگم. جفتش یه گوه. داداش واقعا دارم جدی میگم. فرقی واسه من نمیکنه. من علی یه کله میام پیاده شو بریم. بده من. چیه بدمزه تا این غذا به انتخاب گارسون. آخیش برو بریم. ولی جون داداش میرم به انتخاب گارسون برات میگم. خب با هم میریم. به انتخاب گارسون با هم باش. با هم داریم بچه‌ها بیاین بریم. بریم. میبینید که داره خودش جلو میره. باورت نمیشه دیشب اصلا کیت رئال رو که تنت میکنی میافتی جلو. میدونی چی میگم؟ کیت رئال خاصیتش اینه. دوست داری اول باشی. من که اذیت نشدم. ولی مطمئن باشید اگه یک روز قرار باشه این کارا رو با علی بکنم علی خیلی اذیت خواهد شد. خب ببین ما الان میریم تو. اگه گذاشتم فیلم بگیریم میپرسیم ازش میگیریم. اگه نه میگیریم میریم بیرون به شما هم نشون میدیم. بخوره چون میدونید که فری خوب میخوره. ببین اومدیم یه جایی. فرضا عاشق غذای دریایی. هیچی اون غذای دریایی حوض نمی‌کنه. واسم اینو بردم یه غذا بهش بدم که هیچی از دریا جز کف دریا توش نیست. یه دونه بریم بیاین غذا اومده. یه سطل هم دارید میرید بیاین یه سطل بیاین بذارید بغل من چون تگری میزنم. آبرو خودت میره. تا تهش هم باید بخور. انتخاب تو چی بود؟ این که باید ایشون بگه چی بخوری. درسته؟ ببین دریایی ترین غذاتون سوپ میسو. اگه میشه یه دونه پس سوپ چیه داداش؟ سوپ بهش میخوای بگو چی داره ولی نمیتونی بگی نمیخوام. باشه اشکال نداره. سوپ میسو اجازهش رو بهتون بگم میشه پنیر توفو و جلبک. یه سطل آشغالم بیار. چی بهتر از این؟ علی شم بده بخورم. خیلی ممنونم ازت. خیلی ممنون شما. بله یه سوپ میسو. ممنونم ازت. اینم از این. به ستاره بوش. چی بود؟ خوب بود. ببخشید اگه میشه یه آب و یه نوشابه هم بهمون بدید. آره ممنون میشم. ممنون.
الان کوکا رو میریزم این تو. عجب بویی داشت. او دریا میره. ببین بو کنی دیوونه میشی. بخور دیگه. بخور، من بیشتر دوست دارم خودتو نگاه کنم. هم بزن. این چیه؟ فکر کنم ماهی زنده توش داره فردا. نه این که توفوه. برو ببینیم دیگه چی میتونه داشته باشه. خب. چه بویی داره. چه بویی داره. خدا بالا میارم. خوشمزه بود. مزه ما بابا خوشمزه. بخور. امروز روز تو داداش. من شرمنده. خیلی بده. اینقدر بده؟ نه ببین باب اگه مثلا بخورش باشی چیز باحالیه. ولی من بخورش نیست. نه ولی تو خوب میخوری که داداش. ببین اینو بخور. اینو با دندونت بکش تو. این سفیده چیه؟ پنیر توفوه دیگه. توفوه کی توف کرده؟ آقا تخم ماهی رو برای چی گذاشتید این تو؟ برای اینکه خیلی ممنونم. تخم ماهیش کو که ما بدونیم. البته ما پیداش میکنیم. اینو بذار اینجا بردارم، من ممکنه بالا بیارم. نه ببین فقط خودمون جلبکه رو بخور. بالا جلبک خوردی؟ ببین اینجا بالا بیاری آبرومون میره. دیدی که یکی دو تا هم آشنا در اومد. اوه پرش هم کردی. ولی کلا ولی یه مرده. نه بالا نیار تو بشقا. اینقدر بد بود. بهتون میگم نشینیم همینجا بخوریم. نگاه کن چجوری شد. گریهش گرفت. چطور بود؟ بخور. آب دریا نخورده بودم با نوشابه خارج. بخور. این خوبه دیگه. این چیه؟ مگه شربت سینه میخوری؟ اصلا قابل خوردن نیست. حالم خوب نیست. یه قاشق دیگه بخوری یک برات میزنم. میزنی؟ آره ولی کامله. توف نمیتونی بخوری. باشه قبوله. ببین بالا نمیره آبرمون رو. نه آقا قبوله. یک بزن. یک میزنم. یک هم یالا. گوشیم الان میدونی که تو کاره. اینو مثلا اصلا نمیتونم. منم نمیتونم. بریم یه آیتم دیگه دارم. آیتمش از نه فکر نمی‌کنم بنز این اذیت شه. ولی اذیت میشه. ببریدش. بریم حال کنیم با آقا فرزاد. دوست دارم که قبلش حالی هم به سر و کله‌ای داداش بدیم. پس بریم بیایم ببینیم اون دوتا گزینه چیه. خب آقا ما دوتا گزینه داریم که مثل همیشه شما ببینید بعد به خودش نشون میدم. خب با اینکه هنوز حالش جان نیومده واقعا سر آیتم قبلی دلم واسش سوخت ولی جبران دوتا آیتم اول بود. خب فری جون چپ یا راست داداش؟ چپ یا راست؟ چپ. باز ببین دفعه پیش مگه ضرر نکردی؟ این سری هم ضرر میکنی. دارم دوستانه بهت میگم. من تگری زدم رئال تنم کردم همه کار کردم. چپ مطمئن. آره. راست بهتره. خودت دیدی. بکس معمولی. اول برم خوشگلش کنم برش گردونم واسه شما بکسش کنم. چقدر خفن. فری چیز؟ فری گوتی؟ ببین رفتم گوتی بازیکن رئال نشدم. رفتم واسه توجه کردی تو ویدیو که یه تک داده تو ابروکم چش اصلی. آفرین. 30 ثانیه بمان. 30 ثانیه بمان. خب درست بزن. اوه علی اینجا رو بذار بچسبه. بذار بچسبه همون یکی رو. آقا اون یکی چی؟ وایسا دوتا نشد نمیذارم. چی داداش تا آخرش؟ تا آخر تهران میام دنباله. بکن. نه. بابا بکنی دیگه. بابا بذار اون بچسبه داداش. علی نه علی اونجوری نه. بابا اونجوری چیه؟ نمیذارم. بیا. علی اینجوری نزن. بیا اینور بزن. نه آقا. بعد جفتشو اینجوری بکنی دستا. بابا بد میشه بابا دستا. بد میشه چیه؟ بد نداره پسر که مگه پسر نیستی تو؟ خیلی درد داره. بد نداره. این خیلی درد داره. کدوم؟ این یعنی که میخوای بکنی. نه بابا. درد داره آقا. این مرد تو دوربین نگاه کن داداش. این مرد. چه ناز. دردت نمیاد؟ جون. ببین دست آماده است. دست آماده است.
چه خبر فری جون؟ آره از اینجا بگیر. نه داداش اینو باید برعکس بکنی. آمادی یا نه؟ جونم ببین هم پروتر از این با پروتر این حرفان چیه؟ شخص این نیا شده دانباریایی شد. حال کردی؟ ریدم تو دستت. حداقلش اینه که ریدم تو دستت. اینا رو بکن. بریم تو ماشین لخ شو بقیه اینا رو جاتم دستم رکس کنم. بکن. امروز خیلی بهت خوش گذشت. بیا یه بوس دیگه به لوگو بکن. بیا یه بوس دیگه به لوگو بکن. منتظر من باشید. خداحافظ.